داستان ساکن شدن اقوام لر در فسا رو بر اساس تاریخ گیتیکوشا خدمت شما عرضه میکنیم. از طرف خان زن مقرر شد به استیصال ایشان پرداخته، اموال و اسبابهایشان را عرصه یغما ساخته، در خصوص قتل معترض رجال و در باب اسرا مزاحم نسوان و اطفال نگردند و جمیع شعب هفلنگ و چارلنگ را از شوامخ جبال و مضایق تلال کوچانده به وسعتگاه هامون کشیده، دست نشست آن گروه را از گریبان دامان کوه ببرند. جمیع خزائن و دفائن، آلات و اسباب، اغنام و دواب و مجموع ما یعرف آنها در حیطه اکتساب درآورند. جماعت چارلنگ را در بلوک فسا از توابع فارس مسکن و موطن داد و جای زراعت و مکان فلاحت و مراتع به ایشان داده، جوانان توانا و مردان کارآزمای آن طایفه را در سلک ملازمان رکاب فرمودند و 3000 تن از آن طایفه به شرف ملازمت مستعد گردند. این داستان ساکن شدن تیره لر نوترگی و برخی تیرهای دیگر از طایفه چارلنگ در منطقه فسا، یعنی حدود تنگکرم، کنکان و صحرارود هست.